برادرم، تنی چندین دختر را عریان کردی. خواهرم، با چندین پسر یکجا شدی. هنوز هم امید دارید که خدا برایتان همسر نصیب میکند که کسی دستش را نقپیده باشد؟ میدانید وعده خدا چیست؟ خداوند میگوید که برای پاکان همسران پاک و برای ناپاکان همسران ناپاک نصیب می شود. بیشک خدا وعده خلاف نیست. اگر امروز تنی دختر را عریان کردی، فردا تنی خواهرت و یا دخترت را عریان میکنند. فراموش نکن. اگر امروز با پسر یکجا شدی، بدان که دست خورده دیگران نصیبت خواهد شد. بدان که نتیجه کارت را خواهی دید. خود را برای همسرت پاک نگه دار. همسرت در هر گوشه دنیا که باشد خود را برایش پاک نگه می دارد. هر لحظه که نفس بالای تو فشار آورد، این آیت کریمه را به خاطر بیار و تکرار کن. خداوند چی میگوید؟ میگوید ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشة و ساء سبیلا. و به زنا نزدیک مشوید، به درستی که وی بی حیایی و بد راهی است. خداحافظ.